در بین الملل بودن درست نیست، باید دنبال حق خودمون باشیم. بله. به نظر من جناب آقای دکتر باقری بحث رو به خوب جایی برد. من فکر میکنم که تو این بحث نگاه آقای جلیلی و دولت آقای جلیلی مشخصه که سیاستشون استمرار سیاست خارجی دولت آقای احمدی نژاد. در این صحبت ایشون اینو میگوید و به نظر بنده این سیاست خارجی که یک سیاست خارجی تقابل جویانه است، یعنی اینکه سر جنگ با دیگران با همه داشتن، این قطعا نمیتواند منافع ملی ما و امنیت ملی ما رو تأمین بکنه. به نظر بنده اینکه ما یک سیاست تندروانه پیش گرفتیم و اینکه با همه کشورهای مختلف سر جنگ داریم و اینا، این ما رو یاد سیاست دولت طالبان میندازه. طالبان وقتی که در افغانستان سر کار اومد از همین مبنا استفاده میکرده اینا، حالا که ممکنه که خط دهندگی اونا هم یه جوری القاعده بوده باشه. به نظر بنده این سیاست غلطه. نتیجه غلط بودن ما در اختیار مردم میذاریم. یعنی به هر حال طبیعیه که من و آقای دکتر باقری یا آقای دکتر روحانی، آقای جلیلی که نمیتوانن که همدیگر رو متقاعد بکنن، چون که دو تفکر و دو اندیشه متفاوتی نسبت به سیاست خارجی هستش. بنده دارم این صحبت رو میکنم که از سال 64 تا به الان تو کار سیاست خارجی هم انواع و اقسام مذاکرات کردم، پرونده های بسیار مهم و سختی رو گذروندم، تدریس کردم، درسشو خوندم، پژوهشش کردم و لذا دل من برای کشور میسوزه. برای این اساس فکر میکنم که این سیاستی که به نوعی نتیجهش میشه که با هولوکاست اسرائیل مظلوم میشه، سیاست خارجی که به نوعی تحریم بین المللی برای ما میاره، 5 تا قطعنامه سازمان ملل میاره، 2 تا بیانیه سازمان ملل برای ما میاره، تحریم های یک جانبه میاره. لذا الان خیلی برام تعجبه که بعضی از این کاندیداها همچین داره راجع به اقتصاد دارن صحبت میکنن که گویا نمیدانن که ایشون که میگوید که ما بیام این کارا رو میکنیم تمام مسائل اقتصادی رو حل میکنیم. لذا نظر بنده این هستش که دولت آقای جلیلی که قرار هستش که استمرار سیاست خارجی آقای احمدی نژاد رو داشته باشن، این بزرگترین ضربه رو به اقتصاد کشور میزنن. اعتقادم برای اینه که تا زمانی که این سیاست حاکم هستش، نه 5+1 حل میشه و نه اقتصاد. اما در رابطه با 5+1 بنده اعتقاد دارم که ما از حقوق هسته‌ای مردممون به هیچ وجه نباید کوتاه بیایم. اعتقاد دارم که ما مذاکراتمون که سطحش اومده پایین، آقای دکتر روحانی با 3 وزیر ملاقات میکردن، الان آقای دکتر جلیلی با توجه به اینکه از نظر بنده جایگاه آقای دکتر جلیلی یعنی دبیر شورای امنیت ملی خیلی بالاست، الان با معاونین وزرا صحبت میکنن. از انگلیس هم که شما میدونید که مدیر کل میاد و از آلمان هم حالا یه وقت مدیر کل میاد یه وقت معاون. به نظر بنده حتما باید این روش تغییر پیدا بکنه. با این روش نمیشه. شما نمیتوانید که از یک طرف برید و با همه بجنگید، از یک طرف هم با 5+1 سر میز مذاکره بشینید. خیلی متشکرم. آقای دکتر باقری، من فکر کنم همین بحث رو